45مین جلسه هیئت مدیره با حضور اعضای محترم و بازرس قانونی برگزار شد. در ابتدای این نشست رئیس هیئت مدیره جناب آقای سرویزاده ضمن قدردانی از همراهی و تلاش مستمر اعضا بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری‌های هماهنگ و پیگیری مصوبات برای ارتقای عملکرد مجموعه تأکید کرد. در ادامه جلسه موضوعات مدیریتی و اجرایی مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هر یک از اعضا دیدگاه و گزارش‌های تخصصی خود را ارائه کردند. همچنین بر ضرورت تعامل مؤثر با دستگاه‌های خدمات رسان و نهادهای مرتبط، تسهیل امور واحدهای صنعتی و تسریع در روند پروژه‌های جاری تاکید شد. در پایان ضمن جمع‌بندی موارد مطروحه مقرر شد پیگیری مصوبات با دقت بیشتری انجام شود و نتایج آن در جلسه بعدی ارائه گردد.